خبر تو خبر داره براتون از مقام عظمایی که هنوز گیج سگ‌دعواهای درونی بیت و نگران اوضاع لرزان همپالکی‌هاش توی منطقه بود که یک دفعه حکم یک دادگاه پاریس از جا پروندش. عظما به قدری از این ضربه گیج شد که یک راست رفت پای منقل و دود از سر و گوشش بیرون زد. یعنی یه چیزی تو این مایه ها. ندونه بله، به این ترتیب یک دوران 10 ساله دل و جیگر سیخ زدن و مماشات که با ژاک شیراک شروع شده بود دود شد و به هوا رفت. J'ai mon pote de la complaisance et c'est fou vraiment, comme ça me balance. J'étais ton mec, c'était fou, fini la fête. Tout est foutu, j'ai couru tes errants. Tout le temps, tout fait pour toi pourvu que je te taille le banc. On est foutu maintenant, ça fait con, fini les dollars, fini les campans. شیراک 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 بود و بالا کشیدی و رفتی حاجی شیراک 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 تو مرامت فرود زخمی حاجی شیراک. عظما این ضربه رو در حالی دریافت کرد که بعد از جدایی از محمود تنها تر از همیشه توی بیت رو به قبله خوابیده بود. برای جمع جور کردن اوضاع بیریخت ولایت اومدن یه جلسه هیئت دولت ترتیب دادن و احمدی نژاد و مصلحی رو زیر یه سقف نشوندن و تا تونستن خنده های زورکی کردن تا بگن قضیه تموم شده است. احمدی نژاد هم در حالی که هنوز مشایی کنار دستش جا خوش کرده بود یکی دو جمله برای ولایت اومد. بحث ولایت فقیه بحث بسیار بالا و ارزشمند و راه امام زمانه، میراث عظیمی است که در طی صدها سال مجاهدت به ما رسیده. اما خامنه‌ای با این شعارهای کشککی دلش راضی نمیشه. به خاطر همینم خرچنگش رو فرستاد که گوش احمدی نژاد رو گاز بگیره و بگه که احمدی نژادینا جزو چه جور آدمایین. آدم‌هایی که ولایت شعارند، شعار ولایت سر میدن، اما در عرصه عمل کمیتشون میلنگه. احمدی نژاد هم خودش رو از تک و تا نینداخت و تیره این خرچنگ و بقیه ولایت مدارها رو اینطور مشخص کرد. یکی کسانی که متاسفانه فکر میکنن ولایت فقیه هم یه ابزاری است برای تنظیم معادلات سیاسی و بگو مگوهای بین طوایف و قبیله ها و دسته ها و گروه ها که استفاده کنن بچسبونن اینوری اونوری. یه گروه هم کسانی که بعد دفاع میکنن، چهره ای رو ترسیم میکنن که این هم بسیار و به شدت غیر واقعی است و فاصله از حقیقت و واقعیت موضوع داره و فلسفه موضوع، و همین که به جای جذب کننده دفع کننده است. این تیره دومی که گفت نمونه کم نداره. یکی از اونها این آخوند ماندگاریه که به خاطر این حرفاش باید ببندنش به گاری. فقیه زمان من با تمام اعتقادم میگویم که بدون تأیید امام زمان نمیتواند یک روز این کشتی را هدایت کند و حالا که هدایت میکند یقین داریم با تأییدات امام زمان است. پس کسی که در برابر او تسلیم باشد تسلیم امام زمان است، تسلیم رسول الله است، تسلیم خداست، و کسی که در برابر اون تسلیم نباشد در برابر خدا تسلیم نیست. نمونه دیگه موجودات این تیره یک گودزیلا به نام حاجتیه که میخواد از ولی فقید دفاع کنه، به جاش معلق میزنه و اون رو به مغیبات یعنی عالم غیب و ماوراءالطبیعه وصل میکنه. دوستان حضرت امام که چند ماه پیش خدمت رهبر انقلاب حضرت آیت الله العظما امام خامنه‌ای حفظه الله مطلبی رو در این رابطه با آقا فرموده بودن. آقا به من یعنی به رئیس شهری آقای رئیس شهری فرمودن آقای رئیس شهری ایشون آمد پیش من و گفت آقای سید علی. حالا دیگه من از کلام آقا دارم این که جالبه مولا درد این کلام نمیره، صحت این کلام، اتقان این کلام. سید علی به نه این جالبه، ناقل این کلام خود آقاست. با یک واسطه به شما عرض می‌کنم
آقای سید علی در زمان رهبری تو حجت ملت فلسطینی ظهور خواهد کرد. آقای سید علی در زمان رهبری تو حجت ملت فلسطینی ظهور خواهد کرد. بله، اونقدر آش این رمالهای نظام شور شد و به دروازه خودی گل زدن که حتی حداد عادل هم مجبور شد به صحنه بیاد تا برای ماسمالیزیشن قضیه یادآوری کنه که بابا تو قرن 21میم و با این شروورها بیشتر از این که هست به چهره عظما گند نزنید. ما در معرفی چهره مقام معظم رهبری احتیاجی به بیان مغیبات نداریم. بنده اصلا نمیخواهم وارد بحث بشوم که فلان سخن که درباره رهبری نقل شده یک سخنی است مربوط به عالم ماوراء طبیعت درست است یا نادرست است. اما میدانم که این صحبت‌ها چقدر دستمایه تبلیغ منفی و تفسیر و اینها نزد کسانی شده که با اساس این انقلاب مخالفن. ما چه احتیاجی داریم که شخصیت مقام معظم رهبری رو با این گونه نقل قولها معرفی کنیم؟ اصلا احتیاجی نیست. چه احتیاجی دارید؟ این یکی دیگه چه شوتیه؟ بابا ولی فقیه کمیتش لنگه. این بسیجی ها همه تو بحران هویت افتادن که بالاخره کی توی این نظام سرخره؟ خامنه ای خره؟ احمدی نژاد خره؟ اصلا بمونن؟ ریزش کنن؟ طوری که این یارو امام جمعه مردنی هم به عجز و لابه افتاده که تو رو خدا نریزی. ولی فقیه اوضاش توپه. بابا این حضرت آقای ما، مرجع بزرگ ما، مرجع میلیون ها مقلد در خارج از کشور و داخل ایرانه. اولا همه مراجع متدین ما والله حامی ایشان هستند. تضعیف ولایت تضعیف کل دولته، تضعیف ملت. کسی بگه من تقویتم به اینه که حرف آقا رو چونه چرا داشته باشم، این ضعفه. بابا اوضاع خرابتر از این حرف هاست. افسردگی و جرخوردگی بسیجی ها با این روزه ها درمون نمیشه. یکی بیاد یه نسخه عملی برای غم بسیجی ها بپیچه. اگر بی جهت احساس خمودگی و غم و حزن میکنین، سرتون رو بشورین، لباس هاتون رو مثلا بشورین. خود شستن لباس غم رو از بین میبره. برای خودتون به اندازه موتور یه ماشین احترام قائل باشین. می نویسه تو چه کیلومتری روغن زده، تو چه کیلومتری فیلتر عوض کرده. میری برمیگردی مثلا میگه آقا این الان دوره روغن رو عوض کن. حالتاتون رو بنویسین، ببینید چه چیزایی در شما غم ایجاد میکنه. این که چی غم ایجاد میکنه که معلومه دیگه. قیاف نزار عظما رو هر بسیجی که ببینه غمش میگیره. انترش هم که دیگه توی این نظام باید همه جا حواسش باشه باد کلاهش رو نبره، حتی قبل از رفتن به ترکیه. حواست باشه این عظما از اون مارمولکاست. نریم استانبول بگن تو دیگه رئیس جمهور نیستی. ما که همینجوری تو دنیا سه هستیم، به پا 3.5 نکنن. حالا اگه احمدی نژاد باید حواسش باشه عظما سوتش نکنه، مشایی باید مراقب باشه که سکتش ندن. خدایا این مشایی رو امشب بکشش. امشبی از دنیا بره با این پلیس بیاد سراغ من، گردن من نیا مال ایناست. بنده الانم میگم از رو هم نمیرم مگه از جسد من رچم. من سرباز این نظامم، سرباز ولایتم و کوتاه هم نمیام. من امروزم آدمیم نیستم که اهل سکته بکته هم نیستم، ولی باور کنید که به خاطر من بعضی سکته میکنن، بعدم میبینید. یکی از اون کسایی که اگه مشایی نره سکته میکنه این آخوند پناهیه که دیگه تو برخورد با مخالفین ولایت و شورای نگهبانش رو در بایستی رو کنار گذاشته.
اصولگراهایی که با رأی مردم اومدن بالا خوابن، کجان؟ پیکنیک رفتن، جاشون گرم شده، جاشون نرم شده. ماسمالیزیشن داریم میکنیم همه مسائلو، مماشات داریم میکنیم. شورای نگهبان رو قبول نداریم، مفسد فی‌الارض حکمش اعدامه. خواهش میکنم هیچ کدوم در دلتون خطور نکنه که آقا حالا محاکمه بکنن حکمش هم اعدام نباشه مهم نیست. چرا اعدام نکنن؟ دشمن بیرونیا اون وقت به ما چی میگن؟ بیرونیا اصلا خودشون الان دیگه خشتک خودشون هم نمیتونن جمع بکنن. کدوم دشمن؟ کدوم بیرونیا؟ برای ترمیم روحیه بسیجی ها دلقک نظام یعنی قرائتی پیشنهاد راه اندازی سایت خنده حلال رو روی میز آورد. جلساتی گرفتیم، اصول کار تشخیص شده که سایت خنده حلال چیه، که کسی رو مسخره نکنیم، دروغ نباشه، جوک نباشه، نمیدونم بدآموزی نداشته باشه. فقط ما اصولش رو تدوین کنیم بگیم این چارچوب قالب سایت خنده حلاله. حالا یه خاطره از خودت بگو تا ببینیم که به عنوان جوک حلال بالاخره چی میشه توی این سایت ها نوشت. گفتن فهمیدی دیشب چه خبر بود؟ گفتن نه. قرائتی مسجد سید سخنرانی میکنه، نفهمیدی؟ گفت نه. گفت داشت میگفت اگر امام زمان بیاد کیا رو بیرون میندازه؟ اینا که کلاور دارن، من غش مسلمان، کسی که کلک بزنه به مسلمانی، من نمیدونم که لیس به مؤمنین، کسی که به چی، اگر امام زمان الان وارد مسجد چه گروهایی رو بیرون میندازه؟ ما هم نشسته بودیم بحث قرائتی رو گوش میدادیم، یه مرتبه دیدیم صدا قطع شد، فکر کردیم برق رفت، بعد فهمیدیم امام زمان دست خود قرائتی رو گرفته از مسجد بیرون انداخت. علاوه بر این خاطره یکی دیگه از جوک هایی که میشه توی این سایت گذاشت حرفای پسرخوانده عظما تو عراقه که تلو خوران به دنبال کسب عنوانیه که احمدی نژاد 4 سال پیش کهنه کرده. اون محمود چاخان بود و این یکی کذاب نوری مالکی. The demonstrations here are different from those in other Arab countries. Here they are about demands and services which we respect and try to meet if we can. They are not demanding the overthrow of the regime or the political process. We are not afraid of demands and demonstrations. In fact, we encourage them. بله، این هم نمونه ای از تشویق مردم عراق توسط نیروهای مالکی برای شرکت در تظاهرات. این هم نمونه هایی از درخواست مردم برای خدمات بیشتر که البته چیز زیادی نیست، فقط محاکمه فاسدین و مزدوران رژیم ایرانه. مالکی با این دروغ‌هاش میخواست یه جوری از چشمه قیام‌های منطقه لبی تر کنه و دیکتاتوری خودش رو بزک کنه. اما مردم عراق با استمرار شعارهای ضد دولتیشون به دیکتاتور عراق جدید توپوزی میزنن. پسر کوچولو هر کار هم میکنه باز شکمش نمیذاره که راحت آب بخوره.